Gorbachev! Nizo! Rajo! Babay! Rafik Sardostot general Quvvai Musalla, muavin avval vazir mudofaa Jumhuriyat Turkiston, hay'at shaxsiy zaxiralari mudofaa va quvva vositasi xalqaro safarlari saf xo'rosdan. Komissar No'ya podpolkovnik Mirzozula. Salom Rafiqo. Ozod. Ozod! دلیران بر دفاعی وطن همچون شیران به جنگم زید خصم و اهرمن زندگی آرام سازد باز هر یک مرد و زن همچون دخترها بخندند باز گلها در چمن سنگ و خاک این وطن را پاسبانی میکنیم در دفاع کشور خود قهرمانی میکنیم هر وجب خاکی و رمادی بانی میکنیم با وطن با مردم خود زندگانی میکنیم با وطن با مردم خود زندگانی میکنیم با وطن با مردم خود زندگانی میکنیم تا باز هم آسوده خلق ما شود پرچمی آزادی و صلح جهان بالا شود خسر تینجی و عدالت در جهان پیدا شود امر سرور دائما در هر کجا اجرا شود سنگ و خاک این وطن را پاسبانی میکنیم در دفاع کشور خود قهرمانی میکنیم هر وجب خاکی و رمادی دانی میکنیم با وطن با مردم خود زندگانی میکنیم با وطن با مردم خود زندگانی میکنیم با وطن با مردم خود زندگانی میکنیم صلح دایم پایدار پایه بخت و عدالت باز گردد دوستوار زندگی با سعادت باز ماند برقرار حمله نارد بر دیارم هیچ خصمی هیلکار حمله نارد بر دیارم هیچ خصمی هیلکار حمله نارد بر دیارم هیچ خصمی هیلکار سنگ و خاک این وطن را پاسبانی میکنیم در دفاع کشور خود قهرمانی میکنیم هر وجب خاکی و رمادی بانی میکنیم با وطن با مردم خود زندگانی میکنیم هر وجب خاکی و رمادی
زندگانی میکنیم با وطن با مردمی خود زندگانی میکنیم با وطن با مردمی خود زندگانی میکنیم با وطن با مردمی خود زندگانی میکنیم محترم رئیس، محترم اشتراکچیان جامعه سفربری، پیش از همه میخوام مینداری وزیر مدافع و هیئت راهبری کننده وزارت مدافع را با رئیس ولایت ختلام و رئیس نوحه بلجوان برای مساعدت در برگزاری چهاربینی امروزه اینچنین برای اشتراک فعالان شهروندان در جامعه سفربری و مدافع حدودی بیان نمایم. جامعه مذکور با سپارش به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و در اساس نقشه چهاربینی وزارت مدافع در نوحه بلجوان تشکیل و گذرانده می شود. مقصد برگزاری جامعه مذکور معین نمودن ذخیره‌های شهروندانی در احتیاط قرار داشته، آمادگی آنها که در عموم آماده باشی جنگی قوای مسلح و ساختارهای قدرتی را برای تامین اجرای سروقتی دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای حفظ مدافع کشور روانه گردیده است میباشد. حاضرین گرامی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان دویما هنگام سفرهای کاری از منطقه‌های نزدیک سرحدی شخصاً دیدن نموده در حدود اتریادهای سرحدی از سطح آماده‌باشی جنگی قسم و واحدهای نظامی شناس گردیده با هیئت ذخیره‌های سفربری یعنی شهروندان در احتیاط قرار داشته صحبت و واخوری انجام می‌دهند. باید مخصوص قید نمایم که اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حل مسائل مستحکم نمودن اقتدار مدافعی کشور دقت مخصوص ظاهر نموده آن را از روزهای اول تأسیس‌یابی قوای مسلح تحت نظارت دائمی خود قرار دادند. از فرصت مناسب میخواستم پیش از همه با محترم رئیس با اعضایان ستاد رئیس‌های جماعت‌ها اینچنین پدر و مادرانی که در دعوت بهاری فرزندان خود را فرزندان بهترین نوعه را به صف قوای مسلح سفربر نمودند اظهار سپاس نمایم. در آخر همه شمایان را برای اشتراک فعالیتتان در جامعه امروزه مینداری نموده با شما تن صحت خانه آباد و برای موفقیت‌ها تمنا دارم. سلامت. محترم رئیس ستاد مدافع حدودی جمهوری تاجیکستان، محترم گنرال ها، افسران، حاضرین گرامی، در حقیقت محترم گنرال رفیق گنرال گفتند که در ناحیه بلجوان یکی از ناحیه‌ای است که ناحیه تاریخی دارد. در بسیار شخصان مردم باید به ننگ و به ناموس دارد چی در دعوت‌های بهاری تیر ماهی همه وقت پیشرفت بودند، همه وقت آماده هستند که برای حفظ انمین مرز و بوم وطن عزیزمان تاجیکستان جان و جان ما و شما آماده هستند که خدمت کنند و در صف پیش باشند. من بار دیگر از نام کل مردم سربلند ناحیه بلجوان و شما باوری میکنم که همه وقت مردم آماده هستند، اهالی ناحیه بلجوان همه وقت آماده هستند که در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برای خدمت به وطن برای چه صادقانه خدمت کنند. همچنین از نام کل مردم و شما سپاس بیاندازم و اون هیئت نفرانی که قطعی شما آمادگی هستند همه او را خیر مقدم میگویم و اون باوری دارم که اون چی دستور سپارشی که در اصل دستور سپارشی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همزمان سرفرمانده قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارمیا محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میشود همه وقت ما آماده هستیم. در آخر و همه شما سپاسگزار هستم مردم سربلند ناحیه بلجوان. ما باوری دارم که همه وقت ما هم آماده میباشیم و همزمان گفتنی هستم که با سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شرف تاجیکستان و پیش
عریضان و همه شما سپاسگزار هستیم از نام سرفرمانده قوه‌های مسلح جمهوری ترکستان محترم پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم امالی رحمان، از نام وزارت مدافع جمهوری ترکستان و همزمان از نام مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت ختلان، همزمان از نام مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه بلجان سپاسگزار هستیم. سلامت باشید، خانه آباد باشید. سلامت باشید.